روز بخیر باشد بینندگان عزیز آزادی. برنامه نوید بامدادی است که با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیم شما می شود. مولا رجب یوسفی هستم. دوام 10 دقیقه دیگر همراه شما. امروز 22 اپریل است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرها: مرگ مرموز یک سرباز تاجیک در مرغاب. روسیه راه عائله‌های تاجیک را برای کوچیدن به آن کشور آسان می‌کند. چرا تاجیکان بیش از همه می‌خواهند به روسیه کوچ بندند؟ و سامان ایر پرواز دوم را به تاشکند آغاز می‌کند. صبح 21 اپریل کارمندان کمیساریات حربی ناحیه دیوشتیچ جسد رجب علی نظرف ساکن 19 ساله دهه کجراووت جماعت اسماعیل سامانی این ناحیه را به نزدیکانش سپردند. مقامات سبب مرگ سرباز جوان را درد شدید گرده و از کار ماندن آن گفتند، ولی پیوندان سرباز میگویند در بدن او آثار لط و کوب را دیدند. عبدالحفیظ غایب نظر برادر رجب علی نظرف روز 21 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت ساعت 10:20 آوردند و ساعت 11 شستیم و گوراندیم، زیرا خون زیاد داشت، لب و بینیش کبود و چند جایش زده بود، قفای سرش دریده و زخم زیاد داشت. نزدیکان سرباز به شرح مقامات که گویا از درد گرده ففتیده است شک دارند و میگویند اگر گرده اش درد داشت چرا لب و اعضای دیگر بدنش کبود بود. در نتیجه تشخیصی که نسخه آن دسترسی رادیوی آزادی شد چنین نوشتند: سبب بی‌واسطه ففت ورم شدید معده سر، ورم شدید ششها، نارسایی شدید نفس و کار دل و رگ هاست. رجب علی نظرف در دعوت تیر ماهی سال 2020 اختیاری به خدمت حربی رفته 6 ماه در قسم نظامی در ناحیه واسع ادای خدمت کرده است. پیوندانش گفتند او را 1 هفته پیش به ناحیه مرغابی ولایت مختار کوهستان بدخشان برده بودند. برادرش میگوید اهل خانواده نیت دارند برای تحقیق مرگ رجب علی به دادستانی و مقامات ضد دخل شکایت برند. مرگ سربازان در صف نیروهای مسلح و نهادهای دیگر حفظ ترتیبات قانون مسئله نو نیست. مقامات روس گفتند نیت دارند در شهر خوجند نیز نمایندگی مقامات مهاجرت باز کنند تا راه شهروندان تاجیکستان برای کوچیدن به روسیه آسان تر شود. ولنتینا کازاکووا سردار اداره مهاجرت روسیه روز 21 مارس ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت مسئله باز کردن نمایندگی اداره مهاجرت روسیه به نزدیکی حل خود را پیدا می‌کند. کازاکووا افزود برنامه کوچیدن به روسیه یا معروف به پریسلینیا به مردم تاجیکستان پسند آمده. مردم زیاد از طریق آن به روسیه کوچ بستند. اکثر خواهشمندان برای کوچ بستن به روسیه به گفته این مقامدار آنهایی هستند که معلومات عالی دارند و متخصصی خوب می باشند. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه سال 2020 بیش از همه شهروندی روسیه را مردم تاجیکستان گرفتند. روسیه بیشتر متخصصان تاجیک از جمله آموزگاران، دکتران و مهندسان و اگرونوم ها را انتخاب کرده در دایره برنامه هموطنان بر روسیه می‌کوشاند. این برنامه از سال 2013 باز عمل می‌کند. ساکنان می‌گویند اساساً بیکاری آنها را برای کوچیدن به روسیه مجبور کرده است تا شرایط زندگی خود و فرزندانشان را بهتر کنند. مقامات تاجیکستان میگویند سالانه صدهای جای کاری تشکیل می شود، ولی ساکنان بعضاً با بهانه کمی معاش آن را قبول نمی کنند. شرکت هواپیمایی سامان ایر اعلان کرد که پروازها در خط سیر دوشنبه تاشکند دوشنبه را تا 2 پرواز در یک هفته زیاد نمود. پیشتر این شرکت به تاشکند 1 پرواز در یک هفته انجام میداد. دفتر مطبوعاتی شرکت سامان ایر روز 21 اپریل با نشر یک بیانیه خبر داد که اکنون پروازها هفته 2 مرتبه روزهای دوشنبه و جمعه اجرا می شوند. منبع افزود طبق طلبات‌های نو ازبکستان کل مسافران از 2 سال بالا که وارد خاک آن کشور می شوند باید با خود معلومات نامه امین بودن از کووید 19 یا PCR تست که دوام 72 ساعت پیش از ورود داده شده است داشته باشند. معلومات نامه باید با زبان روسی یا انگلیسی پیشنهاد کرده شود. شخصانی که معلومات نامه‌شان با طلبات‌های جاری جوابگو نیست، همچنین شخصانی که نشانه‌های کووید 19 را دارند و یا نتیجه تشخیص PCR تستشان مثبت میباشد با پرواز راه داده نمیشوند. در شرکت سامان ایر همچنین گفتند که مسافرانی که از تاشکند وارد دوشنبه میشوند باید با خود معلومات نامه درباره مبتلا نبودن به کرونا ویروس
و نتیجه منفی PCR تست را که دوام 72 ساعت قبل از ورود به تاجیکستان گرفته شده است داشته باشند. کودکان تا 3 سال بالا از پیشنهاد معلومات نامه مذکور آزاد می باشند. در خبر شرکت سامان ایر نرخ چیپته از دوشنبه به تاشکند ذکر نشده است. به جز شرکت سامان ایر همچنین شرکت ازبکستان هوایی یولری نیز میان دوشنبه و تاشکند پروازها انجام می دهد. بیننده عزیز، شما درباره پروازها به روسیه از ما زیاد سوال میکنید. خبر آخرین در این باره این است که اکنون شهروندان تاجیکستان می توانند طریق دولت‌های سیوم به روسیه وارد شوند. طبق این دستور همکنون مهاجران تاجیک امکان پیدا کردند که توسط پروازهای دائمی از قرقیزستان، قزاقستان، ترکیه و دیگر کشورهایی که با روسیه پروازهای منتظم دارند به آن کشور سفر کنند. به هنگام ورود به مرزی روسیه یگان اساس طلب کردن نمی شود. رفت آمد تنها با هواپیما اجازت است و راههای زمینی فعلا بسته باقی میمانند. دسته استقلال شهر دوشنبه در بازی سومش در مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های آسیا در گروهی از تیم میزبان الهلال عربستان سعودی با حساب 1-3 شکست خورد. بازی میان قهرمان تاجیکستان و غالب 3 کرته لیگ قهرمان‌های آسیا 21 اپریل در شهر ریاض عربستان سعودی در ورزشگاه بین المللی شاه فهد برگزار شد. این اولین باخت استقلال در لیگ قهرمان‌های آسیا به شمار می رود. قبلا قهرمان تاجیکستان بازی دوری اول را در گروه با باشگاه شباب الاهلی دبی امارات متحده عرب با حساب مساوی انجام داده در دور دوم باشگاه AGMK ازبکستان را با حساب 3-2 مغلوب کرده بود. در بازی دیگری دوری سوم گروه A که همزمان 21 اپریل در ورزشگاه به نام شاهزاده فیصل بن فهدی شهر ریاض دایر گردید، دسته AGMK الملک ازبکستان تیم شباب الاهلی دبی امارات متحده عرب را با حساب 2-1 شکست داد. به این ترتیب در جدول سبقت گروه A باشگاه الهلال با 7 امتیاز در زینه اول قرار دارد. استقلال و AGMK که 4 امتیاز گرفتند متناسباً جایهای دوم و سوم را کسب کردند. شباب الاهلی دبی با 1 امتیاز در جای آخرین چهارم می باشد. روز 20 اپریل چند عکس ماهواره‌ای را نشر کردند که بیانگر جایگیرشوی تکنیک‌های حربی روسیه در نیم جزیره کریم و در خط مرز روسیه با اوکراین است. این عکس را یک شرکت عکسبرداری از 27 مارس تا 16 اپریل با استفاده از فناوری‌های ماکسر تکنولوژیز گرفته است. رئیس این شرکت دان یابلونسکی در صحبت با The Wall Street Journal گفته است شرکتش این عکس‌ها را به خاطر پایبندی به شفافیت دسترسی جامعه می‌کند. هفته‌های اخیر تنش در مناسبت آمریکا و روسیه در حال افزایش است. پرزیدنت ایالات متحده جو بایدن به ضد روسیه تحریم‌های نو جاری کرد و گفت این تصمیم در پاسخ به دخالت مسکو به انتخابات آمریکا و هم تشکیل حمله‌های رختنگران تحت عنوان سولار وینز کیبر اتاک می باشد. مقامات آمریکایی گفتند در یک ماه گذشته شماره نیروهای روسیه در کریم و مرز اوکراین 2 برابر افزوده است. روز 20 اپریل نظامیان اوکراین عکس‌های تانک‌های خود را نشر کرده نوشتند که آنها در مشق‌گاه در منطقه نامعلوم شرق اوکراین اشتراک می‌کنند. روز 19 اپریل وزیر کارهای خارجه اوکراین دیمیتری کولبا از اتحاد اروپا خواست با جاری کردن تحریم‌ها پیش راه توسعه نیروهای روسی را بگیرند. پرزیدنت ایالات متحده جو بایدن و رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل حاکم افسر سابق پلیس شهر مینیاپولیس دریک شاوین را استقبال کردند که در کشتار و غیر هدفمندانه جورج فلوید عیبدار شد. بعد بیش از 10 ساعت بحث و بررسی ها روز 20 اپریل 12 عضو هیئت داوران به قرار آمدند که شاوین بر اساس چندین اتهام از جمله کشتار درجه 2 و 3 و هم کشتار غیر هدفمندانه گناهکار دانسته می شود. فلوید ماه می سال 2020 در پی آن کشته شد که برای استفاده یک $20 قلبکی در یک فروشگاه نگه داشته شد و به هنگام بازداشت زیر پای خادم پلیس شاوین که به گردن او با زانویش سخت زیر کرده بود در 9 دقیقه جان داد. این قضیه باعث اعتراضهای چندین ماهه از خشونت‌های پلیس و نابرابری‌های نژادی در ایالات متحده شد. از روی این اتهام نسبت این کارمند سابق پلیس تا 40 سال زندان تهدید می‌کند. بانک ملی تاجیکستان قرب اسعار خارجی را در برابر سامانه برای امروز 21 اپریل چنین تعیین کرده است.
بینندگان عزیز، وقت جدا شده برای برنامه نوید بامداد اینجا به پایان میرسد. برای گرفتن اطلاع از این بیشتر، سامانه رادیوی آزادی و صفحه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. خود را احتیاط نمایید. خدا نگهدار.